دوستان به یکی از چهارراه‌های استراتژیک دیگه تو دوشنبه اومدیم. امروز یک شنبه است ولی میبینید که بسیار شلوغ هست و تردد ماشین ها بسیار هست اینجا، همینطور آدم ها رفت آمدشون زیاده و عرضم بزرگ شما این هتلی که اینجا فکر میکنم اینم هتله. بله خب که حالا مهمان خانه بهش میگن اینا. عرضم بزرگتون که ببینید و لذت ببرید از فضای اطراف. من امیدوارم که لذت ببرید و با فرهنگ مردم تاجیکستان بیشتر آشنا بشید.